شما را ای حکومت‌های به ظاهر باکو، هم ملت با میلیون‌ها نفر از مسلمانان دیگر دنیا دشمنی خواهند کرد. تنها Bakıda olanlar ise düşman değil. Dünyada olan Müslümanlar barı bar 100 milyon nefer, بالاتر 300 milyon nefer, بالاتر میلیارد نفر. بله، ملت امروز ایران حرف بوطلبانه بی گوشه کشورده شدی، حتی شاهنان زانانه زنجه موفق oldu زن geldi. عاملان محل این برنامه صهیونیست‌ها با کمال بیرحمی تمام به جان و مال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان افتاده اند و هر فردی را از علما و مراجع عالی تقلید که با برگزاری مسابقه ابتذال و رژه همجنس بازان مخالفت می کنند بازداشت کرده و در بعضی موارد هم بازداشت می کنند، هم خانه و لانه و کاشانه اونها را خراب کرده، ویران کرده، خانواده اش را، خانه اش را و خودش را سرگردان نموده. طی 2 سال گذشته بیش از 130 نفر از روحانیون باکو و اون منطقه و فعالان دینی و روزنامه‌نگاران متدین دیندار که در مقابل اون بیدین‌ها استادگی کرده اند، یعنی اونهایی که در مقابل رژه همجنس بازان مسابقه یوروویژن و رژه همجنس بازان در باکو اعتراض خود را بیان کرده، توسط مأموران پلیس و وزارت امنیت جمهوری آذربایجان دستگیر شده، الان در پشت میله‌های زندان به سر میبرند. باکو ماه‌ها قبل از این به سرزمین‌های اشغالی فلسطینی شبیه گردیده است. از یک طرف خانه و محل کسب و کار درآمد اونهاست، از طرف دیگر مردم مسلمان را، اموال مردم مسلمان را غصب کرده و بناها و ساختمان‌های مردم مسلمان باکو را با بولدوزر تخریب نموده و درخواست اونها پاسخ نمی‌دهند و پاسخ به درخواست مسلمان‌ها که برادران و خواهران دینی ما هستند در آذربایجان و باکو به اعتراض شدید ما به اوضاع جاری اونجا جواب نمی‌دهند. ما از مجامع بین الملل نیز می‌خواهیم به فریاد مظلومیت مردم مسلمان جمهوری آذربایجان پاسخ مثبت داده و به داد فریاد این ملت ستم دیده و ستم چشیده برسند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد